امروز نهار در این قسمت ما میخواییم صرف کنیم. این مکان به اسم فش در کرمانشاه می باشد. خیلی جای با صفایی می باشد. بریم اینجا یک جوجی بزنیم، صفایی بکنیم. به همراه مهنا. بله بله، باید برم همکاری کنم در آوردن وسایل، فیلم برداری کنم. آره در داشت، ببین همونجا. آره داره. بگر پیدا کنه. نه خانم در تماس برای انداختن تماس تلاش. گفتی تماس. حالا تماس تو حساب کن. چیش خوبه؟ من نمیدونم. خوب نیست؟ خوبه دیگه. آتیش آب اونجا بخوام کجا؟ آفتاب میزنه بهتون اونجا سایه بود. دادتون در بیاد. کجا بریم؟ نه خوبه، سایه است دیگه. خوبه. حالا اگه آفتاب شد بخوش کوچ بکنیم میرم اونوریم. کوچ هم خیلی چیز خوبی بود. گوسفندارم کوچ میدن. خوب اومدی اینو. باریکلا خانوم به فکر زیراندازه. باریکلا شعبون کرد خدا. باریکلا. اجرای آتش برای جیجبازی در این مکان. بله بله، میخوریم دیگه هرچی. من که نمیخورم آنها. به خیلی جای با صفای خوبیه، خوشگلیه. در این قسمت مجید رو میبینیم که تلاش میکنه برای اهداف کوشش خانواده. اهداف کوتاه مدت خانواده، بلند مدت هم نه. منظره لذت ببرین. خانم درست چیز کن خود بیا. چیه؟ بیا کن از اینجا بابا سینا قشنگ داره. سلام. مهنا فیلم بردارمون حالا. بابا من آتیش باز کرده. باشی باید یه فیلم برداری کن. بیا این فیلم بردارمونه. برو. بیا بذارم